عجز این ضد کلمه کیس است. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى علی الله الامانیه. کیس یعنی آدم زیرک آن شخصی است که نفس خودش را حساب و کتاب کرده است و عمل لما بعد الموت و عمل کرده است به روز بعد موت، عملهاش به خاطر روز قیامت، به روز قیامت عمل کرده است. و العاجز، عاجز کی است؟ ناتوان ترجمه لغویش. عاجز آن آدمی هست که من اتبع نفسه هواها، آن آدمی که نفس خود را پیروی هوای خودش کرده است. هوا یعنی اون خواهش نفس، به نفسش پیرو کرد، نفسش هر چیزی که خواهشش گفت اجرا میکند. و تمنى علی الله الامانیه، لیکن از الله تعالی امید آرزو کرده است، آرزوی عالم شدن، آرزوی بزرگ شدن را کرده است و لیکن با وجود این آرزوها مهنت نکرده است و پیروی از هوای نفسش کرده است. این آدم عاجز است. آدمی کیس چی؟ آدمی زیرک آن آدمی که حساب و کتاب کرده است نفسش را به هر یک کار خیر و بد و بعد موت، برای روزی بعد موت عمل کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مسلم گفتند که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده تو است برای حریص باش. و استعن بالله ولا تعجز، از الله تعالی یاردم پرسو، عاجز نشو، ناتوان نشو، تنبل نشو، کوشش کن. یک شخص عادی قطار مردمی نشو گفتم.